مسافران تاجیک هرچی بیشتر به قطار راه آهن رو می‌آورند. اگر شما 40 روز پیش تا 31 روز پیش بلیط خریداری کنید، ما 900 سامانی به شما سبوکی میدیم. مقامات میگویند در ساختار بازار عظیمی در کنار مسکو شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند ولی مال و اموالشان نابود شده است. طمع‌جویی از دختران تاجیک با تهدید بی‌آبرو کردن آنها در صحیفه‌های پورنوگرافی. جامعه شهروندی میگوید مقامات باید مسئله را جدی بگیرند. تفصیل خبرها. روز یکشنبه نوریدین رحمان برادر 67 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را در زادگاهش در ناحیه دنغره به خاک سپردند. نوریدین رحمان که از بیماری قند رنج میکشید روز 7 اکتبر بر اثر بیماری سکته قلب درگذشت. در مراسم دفنی او خویشاوندان و مقامات رسمی حضور داشتند و خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات را به آنجا راه ندادند. نوریدین رحمان در طول 25 سال رهبری برادرش در تاجیکستان هیچ مقامی رسمی نداشت ولی برخی میگویند که او در تعیین و انتخاب کادرها به مقامات دولتی نقش داشته است. بعد بالا رفتن قیمت بلیط هواپیماها در تاجیکستان مسافران زیادی رو به راه آهن آوردند. قبلا قطارهای تاجیکستان به سمت روسیه نیمه خالی می رفتند. حالا به گفته مقامات روزانه تا 300 نفر با قطار به روسیه سفر می کنند. برات یوسفی به ایستگاه راه آهن در دوشنبه رفت. در این سمت را به مراتب بالا برده است. مسئولین اداره راه آهن تاجیکستان دلیل دیگری جلب توجه دوباره مسافران به قطارهای سمت مسکو را ارائه تخفیف در نرخ چیپتا عنوان میکنند. اگر شما 40 روز پیش تا 31 روز پیش بلیط خریداری کنید، ما 900 سامانی به شما سبوکی میدیم. یعنی که اگر شما 21 روز پیش بلیط خریداری کنید، ما 700 سامانی به شما تخفیف پیشنهاد میکنیم از نرخ عمومی بلیط. و اگر 4 روز پیش بلیط خرید، 500 سامانی شما ارزانتر میتونید که بلیط رو دسترس کنید. در طول 9 ماه سال جاری اداره راه آهن تاجیکستان از طریق قطارها 102,000 نفر مسافران را به منزل رسانده است که در قیاس با 3 سال پیش 3 برابر بیشتر بوده است. و یا در تناسب نسبت نشان دهنده همین دوره سال گذشته 163% زیاد می باشد. در گذشته مسافران به دلیل اذیت دیدن در راه به روسیه با قطار کم می رفتند. حالا یک سبب به قطار رو آوردن آنها را می توان تنگ دستیشان گفت. 4550 سومون بود، ما سرمون نرسید به پاییز رفتیم. پاییز 1335 سومون گرفتیم. مسافرانی که تازه از مسکو با قطار برگشتند میگویند شرایط سفر با قطارهای تاجیکستان در قیاس به سالهای قبلی بهتر شده است. حالا توقف‌های طولانی در راه مخصوصا در مرزها از بین رفته است و قطارات در روز و ساعت مقرر شده به دوشنبه میرسد. یکم ارزان، بعد دم گرفتم، بعد چهارم دا ششتم، هشتم دا اینا بیگا نشده، افتاد نشده، خود فرامده. در گرانیت یگان غم ندادن؟ نه، یگان جای غم ندادن. سوز اومدیم، تینج همه سوزه، پاییز توزه، همش سوز. یگان کس نگفته که 1000 سومه بتین، یگان چی، یگان کس نگفته. هم خیلی گپ نبود بشه. مناسبت سرد میان تاشکند و دوشنبه در چند سال پیش باعث مانع‌گذاری‌های جدی در حرکت قطارهای تاجیکستان به خارج کشور میشد. بر اضافه منع طولانی قطارهای حامل بار در مرز ازبکستان، حتی قطارهای مسافربر نیز در قلمرو این کشور ساعتها تفتیش و حتی مسافران تحقیر و تهدید میشدند. اما مقامات تاجیکستان در برابر این کاری را انجام دادن نمیتوانستند و این مشکل را تحمل میکردند.
رو میاریم به مسائل بین المللی. ترکیه و آمریکا گفتند دادن روادید به شهروندان دو کشور را محدود میکنند. جنجال دیپلماتی بین دو هم پیمان نزدیک در پیمان ناتو بعد از آن سر زد که مقامات ترکیه یک کارمند کنسولگری آمریکا را در انقره دستگیر کردند. جزئیاتی بیشتر در گزارش نوبتی برنامه. در پی ماجرای مربوط به یک خادم اداره کنسولگری ایالات متحده آمریکا در استانبول که اصلا شهروند ترکیه می باشد، ایالات متحده آمریکا و ترکیه تقدیم روادید سفر به کشورهای همدیگر را محدود کردند. مناقشه دیپلماتی روز 8 اکتبر بعد بازداشت خادم کنسولگری آمریکا آغاز یافت. سفارت آمریکا در انقره اظهارات نشر نموده با اشاره به تحولات اخیر گفت که صداقت حکومت ترکیه به تامین امنیت قرارگاهی سفارت و کارمندانش را بار دیگر بررسی میکند. در اظهارات همچنان تاکید شده است که ایالات متحده آمریکا تقدیم روادید سفر به آمریکا را متوقف میکند. حالا سفارت تنها به آنهای روادید میدهد که برای زیست دائمی به آمریکا سفر میکنند. در پی آن ترکیه اعلام کرد که سفارتش در واشنگتن تقدیم روادید سفر به این کشور را کاملا قطع کرد. ترکیه بر این نظر است که خادم بازداشت شده سفارت ایالات متحده آمریکا با روحانی ترک تبار مقیم آمریکا فتح‌الله گولن ارتباط داشت. ترکیه گولن را به تشکیل آشوب ناکام سال 2016 متهم میکند. واشنگتن در نوبت خود این عیبنامه را بی اساس نامیده تاکید کرد که تحولات اخیر بر روابط دو کشور عضو پیمان ناتو و متفق دیرین لطمه میزند. روابط میان واشنگتن و انقره از زمان به سردی گرایید که ایالات متحده آمریکا به پشتیبانی گروه‌های کردتبار سوریه آغاز کرد. انقره گروه‌های کردتبار سوریه را شاخه حزب منع شده کار کردستان مینامد که 30 سال این جانب در جنوب و شرق ترکیه آشوب خونین راه اندازی کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در نتیجه سوختار در یکی از بازارهای بزرگ شهر مسکو هیچ یک از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند، اما مالکیت چندین نفری آنها سوخته و نابود شده است. در پی سوختار شامی 8 اکتبر در بازار مصالحی ساختمانی سیندیکه شهر مسکو بیش از 10 صاحبکار تاجیک زیان جدی مالی دیدند. زیانی رسیده به صاحبکاران تاجیک تا حال دقیق نیست، اما مطبوعات روسیه خبر داد که طبق حساب پیشکی ضرر سوختار 5 میلیارد روبل را تشکیل می‌دهد. بازار مصالحی ساختمانی سیندیکه در مسکو 150,000 متر مربع مساحت دارد. در نتیجه سوختاری که تخمیناً 16 ساعت ادامه کرد، سه بازار به کامی آتش رفت. حجم عمومی سوختار 55,000 متر مربع را تشکیل می‌کند. عملیات نجات ادامه دارد. ما 3,000 نفر را به جای امن انتقال دادیم. وضعیت کاملا زیر نظارت است. خبرگزاری ریا نوستی از زیان دیدن 2 نفر در پی سوختار خبر داده است. برخی خبرگزاری‌ها شماره مجروحان را تا 4 نفر ارزیابی کردند. ابتدا ماشین ترکید و عملیات نجات شروع شد. مردم فکر کردند که این تمرین است. بعدا معلوم شد که سوختار به عمل آمده است. سوختار ناگهان از طبقه های پایان شروع شد. در یک وقت آتش از 3 سمت علنگو گرفت. نمیدانم، بعضی ها میگویند قصداً بازار را آتش زدند که امکان نداشت که سیندیکه در یک مدت کوتاه چنین آتش بگیرد. بازار مصالحی ساختمانی سیندیکه یکی از بازارهای کلان ساختمانی در پایتخت روسیه بوده و در آن حدود 100,000 دکان و فروشگاه جایگیر است. در پی این حادثه بیش از 3,000 نفر از جایهای کاری خود بیرون آورده شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. با پیشرفت تکنولوژی‌های نو و استفاده هرچی بیشتری شبکه‌های اجتماعی، بدنام کردن کاربران این شبکه‌ها هم آسان شده است. حالا افرادی هستند که می‌توانند عکس یکی از شما را بگیرند و دستکاری کنند و در وبسایت‌های بد بگذارند و شما را بی‌آبرو کنند. گروهی از دختران تاجیک در همین حالت افتادند و از مقامات انتظامی خواستند افراد را که آنها را در شبکه‌های اجتماعی بدنام می‌کنند به جوابگری جنایی بکشند. گزارشی را در این باره همراه می‌بینیم. 10 دختر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شکایت بردند که بعضی از صحیفه ها در شبکه‌های اجتماعی درباره‌شان معلومات فحش‌آمیز نشر می‌کنند. این دختران گفتند عکس آنها را دستکاری کرده می‌گذارند. از مقامات خواسته شده است که آبروی این دختران را حفظ نمایند. فرنگیس 22 سال دارد و هنرمند تئاتر است. او میگوید که چند وقت پیش
تصویرهای او را با سخنهای قبیح در یکی از شبکه‌های اجتماعی جای دادند. او به مقامات مراجعت کرد ولی میگوید که مراجعتش نتیجه نداد. باور ندارد که همسالانش با مراجعت به مقامات می توانند به هدف برسند. فکر میکنید مقامات این را نمیبیند؟ کسی از این صحیفه خبر ندارد؟ همه میدانند اما چیزی نمیگویند. فکر میکنند کو بینیم فردا چی گپ میشده باشد. آنها نمیاندیشند که شاید پگاه یا روز دیگر عکس نزدیکان آنها را گذارند. فرانگیس میگوید که دختران زیاد به این گونه حادثه ها روبرو شدند و میشوند، اما مراجعت به مقامات را سودمند نمی حسابند. طبق اطلاع رسمی، صاحبان صحیفه های فحشا که اسمشان نهان میماند به درخواست جبر دیده ها برای تازه کردن عکسشان پول طلب میکنند. هنگام بررسی معلوم کردند که این صحیفه ها از خارج کشور اداره می شود. توی اجتماعی یک دروازه به چی مانده شده که هر کسی که خواهد در اومده چیزی که خواهد پیشت چاپ میکند. بدبختانه بسیار حالت با سایت‌هایی که به تمجوی مشغولند با خود شهروندان پروژیک هستند. ظفر عبداللهیف که کار شبکه‌های اجتماعی را آموخته است، مبارزه با صحیفه‌های فحشا را مشکل می‌داند. با این ظهورات مبارزه بردن خیلی دشوار است، زیرا با بستن یک صحیفه یا گروه می توانند که صحیفه دیگری باز کنند. یگانه راه به فکرم این است که یکم قربانیان به چنین عمل باید که اهمیت ندهند و مردان باید که به این اعتراض کنند و به همان مؤلف نویسند. بیشتر دختران و نزدیکان آنها هنگام مشاهده صحیفه های فحشا میکوشند که با صاحبان آنها موافقه نموده به عوض پول تصویرشان را از این صحیفه ها پاک کنند. پدر و مادر دختران هم آینده میخواهند که دخترشون به ابرو شوهر کند. برامون از خیلی خط و خبرهای پنگ کننده اوبوزه میگن که ما خودمون پنگ کننده اوبوزه نشیم. بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت حالا طرح قانون درباره داده‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی را تهیه دارد که به قول این سازمان نارسایی‌های موجود را اصلاح خواهد کرد. یعنی هنگامی که نسبت شخص در شبکه عمومی جهانی یگان تحقیر، عکس‌های ناجا یا گفته‌های ناجا یعنی که تنقید باشد، شخص میتواند با مقامات‌های دخلدار مراجعت نماید، او را به جوابگری کشد. و بیننده ارجمند، اگر شما هم در شبکه‌های اجتماعی با چنین حالت دوچار آمدید و چگونه مشکل خود را حل کردید، با ما نویسید تا دیگران هم بدانند. و واقعا این زمان در شبکه‌های اجتماعی یک نوار ویدیویی از تاجیکستان چرخ میزند که نشان میدهد چگونه یک مقام رسمی با چند نفر درباره بستن یک مسجد در تاجیکستان دعوا و کشمکش دارند و آنجا دشنام‌های قبیح نیز استفاده می شود. همکاران ما به این مسجد به ناحیه رودکی رفتند، با یکی از آنهایی که در ماجرا شرکت داشت صحبت کردند و گزارش مکمل در این باره را روز سه‌شنبه حتما تقدیم شما میکنیم. و لی جاکسونی تقریبا 70 ساله شاید یگانه زنی در قاره آسیا باشد که در پرپلنی برقی پرواز میکند و میگوید تنهایی او را وادار کرد به کارهای دست بزند که در جوانی آرزو داشت ولی آنها را انجام داده نمیتوانست. عبدالله اشروف گزارش میدهد. بار اول نیست که لی جاکسونی تقریبا 70 ساله می افتد و یا پیش پا می خورد. برای یاد گرفتن پرواز با پرپلن او 1 سال افتاد و خیست. با گپ معلمش که گفت از آرزوی پرواز دست کشد گوش نداد. حالا هر وقت دلش خواست با آسمان می خیزد. لی جاکسون از ولایت جیلینی چین در 55 سالگی بازنشسته شد. وقتی شوهرش درگذشت و دخترش به ناحیه دور به کار رفت، او از تنهایی خسته شد و رو به دوچرخه سواری و آب بازی آورد. روز چند نفر را هنگام پرواز با پرپلن دید و به این ورزش خطرناک مشغول شد. برای جبران بعضی از محرومیت ها در آوان جوانی، لی جاکسون اکنون هر کاری که دلش میخواهد انجام میدهد. وقتی جوان بودم نه همه چیزی را که میخواستم داشتم. حالا پیر شدم و تا زمانی که صحتی هم خوب است کارهای دوست داشتم را انجام میدهم. بسیاری هم میگفتند که پیر شدی نمیتوانی. باز هم میپرسیدند که پرواز کردن میخواهی؟ میگفتم بله میخواهم. و بیننده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم خبر و گزارش های ما را میابید. برای تلفن های همراه اپ و یا ضمیمه هم داریم. از آن که با ما بودید سپاسگزاریم.